یه افسر کلون فرستاد با آذربایجان به پیشوری و سارن دستور که پس از تجزیه طلبی بردارید و برگردید به شوروی. پیشوری زیر بار نمیرفت و میگم نه پسر خب همه کسی که تو رو دستور داده آورده، حالا به تو دستور برو، پس نزد. و دیدیم که اونم رفت باکو و در یک تصادف مصنوعی با کامیون او رو کشتنش. این 11 مرداد 1326 بود. بعد از اینکه همه این کارا شد، اون وقت به رزمارا که رئیس ستاد بود، آقای قائم سلطنه طی مذاکره کرده بود، دستور داد گفت برید به اونجا که اون آذربایجان نجات پیدا کرد. جالب اینه که بعدها وقتی پادشاه ایران در دعوت رسمی با هیئتی به مسکو رفته بودن، توی هتل یه زن بیچاره خدمتکاری بود که خیلی زحمت کشیده، قیافه ناراحتی داشت. این یه نامه نوشت داد به تیمسار ایادی که همراه شاه بود، گفت اینو به عرض اعلیحضرت برسونی. این زن کی بود؟ این از خانواده محترم ایرانی هم بود، ولی همسر پیشوری بود. پیشوری مرد سراب بود، ایرانی بود دیگه. حالا که اون کشته بودنش، این به بیچارگی و خدمتکاری مشغول بود. ایادی هم داد به پادشاه، با مقامات شورای صحبت کردن و آزادیشو گرفتن و فرستادش تهران و تا آخر عمر در زندگیشو تامین کردن. البته دنبال زندگی قائم سلطنه بود که موقعی که شاه مجلس مؤسسان تشکیلگاهان اساسی اصلاح میکرد، یک نامه مفصلی نوشت به دربار پادشاه و خیلی با ادب ادیبانه این عمل برخلاف قانون اساسی میدونه و میگفت شاه باید سلطنت کنه نه حکومت، و نوشت که اگه این اشتباه انجام بدید سلطنت و سلسله پهلوی از بین خواهد رفت. یعنی همون نظری بود که قهرمان ملی ایران دکتر مصدق داشت. وزیر دربار یک جهت یه افسر کلون فرستاد با آذربایجان به پیشوری و سارن دستور که پس از تجزیه طلبی بردارید و برگردید به شوروی. پیشوری زیر بار نمیرفت و میگم نه پسر خب همه کسی که تو رو دستور داده آورده، حالا به تو دستور برو، پس نزد. و دیدیم که اونم رفت باکو و در یک تصادف مصنوعی با کامیون او رو کشتنش. این 11 مرداد 1326 بود. بعد از اینکه همه این کارا شد، اون وقت به رزمارا که رئیس ستاد بود، آقای قائم سلطنه طی مذاکره کرده بود، دستور داد گفت برید به اونجا که اون آذربایجان نجات پیدا کرد. جالب اینه که بعدها وقتی پادشاه ایران در دعوت رسمی با هیئتی به مسکو رفته بودن، توی هتل یه زن بیچاره خدمتکاری بود که خیلی زحمت کشیده، قیافه ناراحتی داشت. این یه نامه نوشت داد به تیمسار ایادی که همراه شاه بود، گفت اینو به عرض اعلیحضرت برسونی. این زن کی بود؟ این از خانواده محترم ایرانی هم بود، ولی همسر پیشوری بود. پیشوری مرد سراب بود، ایرانی بود دیگه. حالا که اون کشته بودنش، این به بیچارگی و خدمتکاری مشغول بود. ایادی هم داد به پادشاه، با مقامات شورای صحبت کردن و آزادیشو گرفتن و فرستادش تهران و تا آخر عمر در زندگیشو تامین کردن.